به نام خدا. سلام به تو دوست خوبم که بر من منت گذاشتی و داری این کلیپ رو تماشا میکنی و علاقه‌مندی به اینکه بهره‌وری خودت رو بیشتر بکنی با مطالعه کتاب. توی جلسه قبل در مورد تفاوت مفهوم کارمندی یک تفاوت‌هایی داره، جایگاه مفهوم کارمندی تو ذهن آدم‌ها توی ایران و توی آمریکا تا اندازه‌ای با هم صحبت کردیم. حالا می‌خوایم بریم ببینیم که برای اون انسانی که دچار کارمندیه، اسیر کارمندیه، زمانش برای خودش نیست، فراغت به اندازه کافی نداره، آقای تیموتی فریز چه پیشنهادهایی داره. با من همراه باشید. خب میگه که مراحل فرار از کارمندی، میخوام بهت کمک بکنم از کارمندی فرار بکنی. باز هم تاکید بکنم اون حرفایی که جلسه پیش گفتم، توی ایران با توجه به اون که همچنان حمایت‌های خانواده تو سن 18 19 20 و اینها هست و میتونیم با خانواده زندگی بکنن و مثلا دنبال درسن، ما دیگه آنچنان درسم دانشگاه که خب آنچنان نیاز داره 8 ساعت تو روز درگیرش باشی، راحت ترن جوانهای ایرانی. اما به هر حال اونی که درگیر کارمندی هست مثلا اینش مثلا ممکنه بیشتره و چاره ای نداشته الا اینکه بره کارمندی بکنه، میگه آها، واسه اینکه تو بتونی از کارمندی فاصله بگیری، اینو نمیگه که یهو استعفا بده بلند شو بیا این کار تجاری رو بکن. خیلیا که اصلا همینجور هی کارمندی رو ادامه میدن و هرچه بهش میگه دیگه وقتی نمیمونه، روز 8 ساعت دارم کار میکنم، واقعا هم وقتی واسش نمیمونه، واقعا هم وقتی واسش نمیمونه. خب چه کار باید کرد؟ چه کار باید کرد؟ میگه اولا برو به سمت دورکاری. یعنی اون کسی که داری واسش کار میکنی آیا میتونه از تو قبول بکنه که دور کاری بکنی؟ این شاید واسه همه کاری امکانش نباشه، اما واسه یه کاری مثلا فرض کن که طراح وب یه شرکتی، خب من به جای اینکه بیام اونجا میتونم دورکاری بکنم. میگه یه مدت آزمایشی، حالا به بهانه مرخصی یه چیزی، بیا و از دور کار بکن و سعی کن توی اون مدت اصلا بازدهی بیشتری از خودت نشون بدی. یعنی تو اون مدتی که داری دور کاری میکنی، چون اینو نیاز داریم. میخوای بگی که من تو با دورکاری حتی موفق ترم و میتونم بهتر واسه شرکت کار بکنم. و بعد با آمار و ارقام مشخص بکن که اگه دورکاری بکنی یه صرفه‌جویی خیلی زیادی واسه اون شرکت میشه، واسه اون اداره میشه. اگه اداره دولتی باشه که عمرن این چیزا رو قبول بکنه، اما خب مثلا کاربرای تجاری که واسه یه نفر دیگه یه شرکتی یه بزنسی داره، شما اونجا کارمندی بکنید، هم با جیکوپو که مثلا اون تجارت و اون کاروبار آشنا میشید و اگر بعدا بتونید راضیش بکنید که دورکاری براش بکنید. اینجا باز توضیحات بیشتری هم میده آقای تیموتی فریس که حالا دیگه چون آنچنان شاید کاربردی نباشه توی یک زندگی ایرانی ازش صرف نظر میکنم. به هر حال باید کم کم بتونیم از کارمندی بخشی رو بذاریم کنار، نه اینکه کلا کارمندی رو بذاری کنار، و بتونی با هم جمع بکنی، و خیلی وقتا هم نیازه که بله، به هر حال مثلا فرض کن که یه آدمی معلمه، خب معلم که دیگه نمیتونه بگه که آقا من دور کاری میکنم، یه سری شغل واقعا نمیشه دیگه، اونجا واقعا نیازه که از خودت بیشتر وقت بذاری، مثلا چند ساعت تو مدرسه ای، بعد بیاد خودت وقت دیگه رو بخوای استفاده بکنی، واقعا یه مدتی باید فشار به خودت بیاری و اما ضروریه. پس کارمندی به معنای اینکه دورکاری بکنیم، بعد بیا روی کنار اون کار بکنیم رو تجارت شخصی. کلا داریم به هدف این کتاب بیشتر نزدیک میشیم. اون حاشیه امنی که کارمندی به تو میده، یه حقوق ثابت، اونو نیاز داری، تا مدتی بهش نیاز داری، اینو بهش نیاز داری. میدونی اینو هم من خیلی دیدم توی بلند پروازی هایی که یه سری جوونای ایرانی دارن، اینو من خیلی دیدم که مثلا یهو میخواد اینو بذاری کنار، بابا خرج زن و بچه رو چیکار میخوای بکنی؟ نمیتونی یهو بذاری کنار. به اون حاشیه یه پول بخور نمیره واقعا کارمندی، به خصوص تو این مشکلاتی که ما اینجا داریم و اینها، واقعا دیگه میدونی قسط و قرض و اجاره و فلان اینها نیاز داری، اونم واقعا به زور میرسونه، اما نیاز داری اونو نگهش داری که اون ذهنت از اون جهت، چون به هر حال تجارت خودت میخوای مدتی کار بکنی و معلوم نیست این کی به بازدهی برسه که بتونی کلمل کارمندی رو بذاری کنار. آره، یه مدتی باید بتونی اینا رو نگه داری.
یه کمی میدونی بعضی از ما بلند پروازی هم میکنیم، کلا همه چی رو پشت میکنیم. من میخوام تجارت خودم رو داشته باشم و اونم دیگه نمیشه، دیگه ذهنت آماده نیست، اون همه ریسک رو نمیتونی بپذیری به هر تقدیر. و اما بریم مرحله بعد. مرحله بعد، پس تا اینجا یاد گرفتی که مثلا تو کارمندی و تو اونجور کارا مثلا اون 20% رو به سابکارت نشون بدی، دورکاری بکنی، یه مقدار فاصله گرفتی، وقت خودت باز کردی و حالا میخوای برین که سراغ این که آرمیشن، یه سری کسب و کاری برای خودت داشته باشی که از تو تلاش کمتری بگیره. اینجوری هم نمیتونه باشه که یه کاری باشه که انرژی زیادی ازم بگیره. میدونی این از همون ابتدا باید اینو مفهومش رو تو ذهن خودت جا انداخته باشی. من میخوام سراغ کاری برم که تلاش کمتری براش بکنم. توی اینکه چه کاری رو انتخاب بکنی خیلی تأثیر میگذاره، جلوتر بیشتر توضیح میدم. اینکه بخوای کارها رو اتوماتیک بکنی، بخش مثلا در مورد ایمیل ها توضیح میده که اصلا ما تو فضای ایران آنچنان ایمیلی جواب نمیدیم که حالا بخوایم چجوری اینو خودکارش بکنیم مثلا. اما مثلا خیلی ها تو کارشون وبسایت میخوان، تو کارش وبسایت میخواد و من دیدم اینو افراط و تفریط تو این قضیه وبسایت، چون من مثلا بگم بالای 7-10 سال حداقل کار برنامه نویسی و طراحی وب و اینا رو انجام میدادم و تو این قضیه نیاز به وبسایت، چون میدونی هر کسی که یک تجارتی داره ممکنه به وبسایت نیاز داشته باشه. خب خیلی هم شروع میکردن خب خودم میخوام یاد بگیرم. آقای معلم به من بگو چجوری خودم یاد بگیرم. بابا تو بری یاد بگیری کلی قلق ملقاش و اینا رو، نه کاری نداره که یه وردپرس نصب میکنی و فلان و اما آخ این خیلی افراط و تفریطه. میگه تا میتونی باید کاراتو واگذار بکنی و سراغ کارهایی بری که بتونی اتوماتیکش بکنی. شرکت‌هایی هستن که کار طراحی و نگهداری وب رو برای شما انجام میدن، خب چرا از خودت بخوای انجام بدی؟ این یه بخش قضیه بود. از اون ور من کیا رو دیده بودم، اینم خیلی میدیدم و خیلی ناراحت میشدم. آدمایی که یه ایده‌ای به ذهنش رسیده، همین دیروز به ذهنش رسیده و مثلا یهو جوگیر شده، یه خبری رو یه جا خونده، یه چیزی جوگیر شده و آنچنان اینو برای خودش نپخته. آی معلم یه دونه سایت واسش بزن، یه دونه اپلیکیشن واسه. بابا بلند شو برو فکراتو بکن. دوستای من مثلا بودن که سریعا میزدن اونو، میگفتم بزنیم واسش بره دیگه. آخ وقت به خصوص مثلا یادم اون زمانی که اسنپ تازه اومده بود، یکی از دوستان یک سورس اسنپ نوشته بود، مشابه اسنپ مثلا یه نرم افزاری، فکر کنم مثلا اینو 15 بار فروخته بود. از بس آدمایی می اومدن و مثلا میگفتن که ما یه ایده داریم مثلا یه نرم افزار مشابه اسنپ. بابا میدونی اسنپ چقدر کار کرده رو ایدهش و مثلا چقدر هزینه کرده و اینا، مثلا راه میرسیدن به این دوستان میگفتم تو که میدونی این کارشون به جایی نمیرسه. میگم خودشون میدونن، انتخاب غلط کردن. خلاصه از این افراط و تفریط ها هم سعی کنیم برحذر باشیم. این اتوماتیک کردنش، بعضی خودشون همه کارا رو میخوان انجام بدن. اون که این کتاب میگه که این که خیلی اشتباهه، تا میتونی باید واگذار بکنی. اونم که میخوای واگذار بکنی، اول خوب فکراتو بکن، بررسیاتو بکن، تحلیلاتو بکن و بعد برو سراغ این که حالا بدم نرم افزارشو بنویسن، حالا بدم سایتشو بنویسن. و بعد ما نیاز داریم به سیستم سازی. باید بتونیم سیستم سازی بکنیم. این مفهوم سیستم سازی یه مفهوم خیلی خیلی بگم کاربردیه و باید بیشتر در موردش کتاب بخونیم. یه مفهوم خیلی جذاب و جالبه. میدونی هر تجارتی که شروع بکنی، این تجارت تا یه اندازه‌ای تو میتونی کار بکنی، باید بتونی سیستم سازی بکنی. اصلا کلا برای انتخابش باید بری سراغ کاری که سیستم سازیش راحت باشه، که حالا جلوتر توضیح میدم. وقتی داریم سیستم سازی میکنیم، ارتباط افراد با هم برای حل مشکلات رو باید در نظر بگیریم. توی کاری بودم، توی یک مجموعه‌ای بودم، مثلا هر بخشی تو بخش دیگه میخواست کار بکنه، بعد من میرفت پیش رئیسش و بعد از سمت رئیسش میومد توی مثلا اون یکی بخشه. این دو تا بخش نمیتونستن با هم تعامل بکنن، در حالی که باید یه جوری سیستم رو ساخت. حالا اینم قلق ملق داره ها، گفتنش ساده است واقعا. کارهای تجربه هم میخواد، هم تجربه میخواد هم دانش. به هر حال باید تو این زمینه حالا انشالله کتابایی هم بخونیم در مورد سیستم سازی. این یکی از چیزایی که تو سیستم سازی هست.
اون بخشای بزنس تو باید بتونن با هم تعامل داشته باشن. مثلا اون بخشی که وب کار میکنه هر چیزی نیاد به تو و بعد از تو بره دوره تو بخش دیگه، نه. و بعد اینکه مسئولیت بدیم. دیدم اینم دوباره تو کارهایی که درگیرش بودم، هر چیزی میشده آقا این قسمت رو دیگه نمیتونیم حلش بکنیم و یه جورایی اصلا میدیدم ذهن اون کسی که بالا سر کاره فرسوده شده. از بس مثلا باید اصلا کارشو طرف انجام میده میرسه به مشکل، تازه این باید مثلا مسئول بالاتر بیاد حلش بکنه، یا بخشا نمیتونن با هم ارتباط بگیرن. و بعد میگه که این بخشا رو هم بخوای با هم هندل بکنی، بخش مثلا وبت، بخش فروشت، بخش بازاریابی، بخش فلان فلان، نیاز به یه دستیار داری. نیاز به یه دستیار داری که اون بخواد اینها رو به خطشون بکنه. اون دستیار هم میگه سعی کن مجازی انتخاب بکنی. و توی کتابم میگه که خیلی وقتا میبینم که هندی ها دستیارهای مجازی خیلی خوبی هستن با قیمت‌های خیلی خوب، کارا رو پیگیری میکنن، خوبم پیگیری میکنن، چون به هر حال هر چقدر هم اون بخشا بیان ارتباط با هم داشته باشن برای حل مشکلاتشون یا مثلا مسئولیت بدی، باز دوباره یک نفر باید همینا رو چک بکنه، رتق و فتق بکنه. اونم میگه اونم سعی کن که واگذار بکنی. میدونی اون اوایل کار اصلا وقتی که اینجوری داری تعریف میکنی هم اینو واگذار کن، اینو فلان به امان، این آرمیشنش یه جوریه که اصلا کار به زور دخل و خرج میکنه. آره اما در دراز مدت یهو یک تصاعدی از سود رو برای تو ایجاد میکنه. خب توی این جلسه تاکید کردیم که چجوری بزنس شخصی خودمون رو شروع بکنیم، اما در کنار کارمندی یا در کنار دانشجویی یا هر کاری که الان داری باید بتونی این دوتا رو با هم جمع بکنی و بعدم بری سراغ کارهایی که بتونی توش سیستم سازی بکنی، در مورد اینکه بتونی چجوری کارهایی رو انتخاب بکنی که این آرمیشن یا خودکارسازی یا سیستم سازی بهتر توش اتفاق بیفته. تو جلسه بعدی نکات بیشتری رو خدمتت خواهم گفت. ممنونم که تا اینجا با من همراه بودی دوست عزیز.